دیده باشین که امیدوارم دیده باشین، یه پیسی گفتم با قیمت نسبتا خیلی پایین و کارش هم نسبتا بد نبوده، فیس خوبی داد، ولی این یکی واقعا گیمینگه. میشه گفت من دیگه خیلی هزینه کردم، میشه خیلی بازم میشه هزینه کرد، ولی دیگه نمیخوام اون قدم بی خود هزینه خرج شه. ولی خب همین هم خیلی سیستم گرونی دارم، فکر کنم از اینکه 15 یا 17 میلیون برای شما آب بخوره. همین ببخشید 20 میلیون 20 چند میلیون با مانیتور البته مانیتور ماسکیبورد همه چی. ولی باز بریم ویدیو قبلی رو ببینید، شاید شما بخواید اون کامپیوتر رو ببینید، ولی گفتم این سیستم خیلی قوی تره از همه لحاظ. خب من میخوام از اول از خنک کننده پردازنده یا همون سی پی شروع کنم. خود سی پی خودش خنک کننده داره، میخواید نخرید. اولی خنک کننده خودش باعث طول بعد مدت داغ میکنه سی پی مون. ما یه چیزی میخوام که بیشتر خنک کنه و البته خوشگل‌تر باشه آر جی بی. خب خنک کننده پردازنده گیم دیاس مدل چونه ایوان، البته همشون گفتم اینجا هست، شما میتونید من براتون دیسکریپشن اینا رو براتون میذارم، میتونید برید و لایک و سابسکرایب حتما یادتون نره، اون سایت اینجوری بکوبید قیمت میشم. خب اگه لود کنه. خب این خنک کننده سی پی مون هست، همونطور که میبینید چیز واقعا اوکیه و چون ما سی پی مون رو داریم اینتل میبندیم، باید اینجا ببینیم که آیا به اینتل میخوره یا نمیخوره. خب میخوره احتمالاً، ولی من مطمئنم چون تو کامنت ها بونه شد میخوره، حال کار نداریم موردش. خب کیس کامپیوتر گرین Z6 اپتیمیس. ببینید توی دیجی کالا خیلی نوردهش رو قشنگ نشون نده، شما توی تو سایت دیگه ببینید واقعا نورپردازی این عالیه. تو دیجی کالا میبینید ناموجوده، اینا رو من دارم از دیجی کالا میذارم براتون، ولی خواهشاً برید بیرون تهیه کنید، قیمتش براتون پایین‌تر در میاد. 100% همینایی که دارم میگم و دارن، مجبور نیستیم برید سراغ چیز دیگه آشغال‌تر. خب فرماش هم قشنگ نمیخوره، نیاز نیست نگران چیزی باشین. کارت گرافیک ایسوس، مدلش رو تو دیسکریپشن براتون میذارم، نمیخوام 200 حرف بزنم تو این ویدیو. 3,550,000 که شما اینو با 3,400 احتمالاً تو بازار تهیه میکنید، ولی خب خیلی قشنگه، خدا وکیلی چیز خوبیه. خب بعدی خب مانیتور HP مدل 25MX سایز 24.5 اینچ. خب ببینید دوستان، این مانیتور کاملا گیمینگه 144 هرتزه. خب واسه همین الان قیمتش 7 میلیون تومانه. شما خیلی شاکی نشید قیمتش 7 میلیون تومان فقط این مانیتوره. واسه همین پی سی شده نزدیک 17 میلیون تا 20 میلیون. واسه همینه میتونید چیزی بخرید، ولی این 144 هرتزه و چیزی که کار ما رو میندازه، چون وگرنه باید این سیستم خیلی ضعیف‌تر بگیرین. 144 هرتزش خیلی مهمه آره همون. خب LED زیرش میبینید نورش تغییر میکنه، یعنی چی؟ یعنی RGB. خب از این بگذاریم، دیدیم بعضیتون میچرخونیم مانیتور رو، میتونه عمودی بشه. فول اچ دی 1080p چند. بعد یه ذره چیزی که خیلی برای من جالب بود تو این مانیتور، بذار نشونتون بدم، خیلی حاشیه‌اش کمه. یعنی همه مانیتورها مثلا قشنگ 5 سانت حاشیه داره و واقعا ما گیمرها نمیتونیم رو درک کنیم. من هنوز گیم نذاشتم توی چنلم، ولی به زودی شروع میکنم به فورتنایت گذاشتم، چون خودم فورتنایت بازم. بعد میبینید که عمودی میشه. من خونده بودم که این عمودی میشه. الیزیش تقریبا 144 هرتز، مانیتورش ماه فوق العاده است. اچ پی تو مانیتور زدن نمره 1 رو باید بگیره. منظورم این نیست که 1 بگیره 20 ولی خب 1 از همه سرتره. خب چون من خودم حافظم با خیلی زیاد باشه، چون خیلی مثلا بازیامو هیچ کدومو دوست ندارم پاکم، مثلا من اوورواچ داشته باشم، رینبو داشته باشم، پابجی و فورتنایت و چی بود H1Z1 و کال آف دیوتی و کل اینا رو داشتم، دلم نمیاد هیچ کدومو پاک کنم. واسه همین من باید خیلی حافظه داشته باشم. شما میتونین بازم اگه از منم واسهتون بدتر از حافظه خواستن SSD ببندین روی این پیسی که ما گرفتیم 5 تا SSD میتونیم ببندیم با 2 تا از این هاردا، 2 تا حالا 2 تا بس برای من. هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل پرپل VD 20 پروکس ظرفیت 2 ترابایت، یعنی 2000 گیگابایت. 2000 گیگ اینچ یه جوری 2000 گیگا شما میخواین کم بیارین ازش، اینقدر اینترنت کانکشن ضعیفه عکسا نمیاد.
خب ببینید اصلا مشکلات داره پیش میاد. رم DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 دیتا مدل XPG مدل چی؟ مدلش خیلی طولانیه، توی چیزا رو میذارم. RGB یعنی نور پردازی داره، خودتون میدونید که RGB یعنی چه که دارین ویدیو رو میبینید. خب اولا که DDR4 این یه فرم فاکتور چیزمونه، مادربردمونه، دو کاناله است، CL16 16 گیگابایت. یارو گیمر با 8 گیگابایت داره کارش رو نمیندازه، داره رندر میکنه، ادیت میکنه. من 16 گیگابایت در نظر گرفتم دیگه، یعنی واسه رندر و آپلود و گیم و هیچ مشکل ندارید، مثلا واسه رندر که خیلی مهمه. خب من به تغذیه‌مون خیلی قوی نگرفتم چون نیازه بود خیلی قوی بگیرم. من بعد تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP330 AESD 330 وات به ما برمیده دقیقا. خب ولش کن، خیلی مهم نیست. میرسیم به مغز کامپیوتر، مادربرد MSI. اصلا باورتون میشه من MSI پیدا کردم؟ فکر نمی‌کردم جیران باشه به این راحتی پیدا کرد. ولی خب اگه میتونید اگه دوست دارین و مثلا میخواید خیلی ست بشه، میتونید به جای اون کارت گرافیک ایسوس MSI بگیرید. ان شاءالله وقتی من میخوام اینا رو بخرم شرکتاش یه خورده پاپیش بذارن و thank you for sending me this. اگه اتفاق بیفته من واقعا میتونم بگم تا 100 تا ویدیو اینو 4 میزنم. آخه قیمتش فقط قیمت همین مادربرد 4,200,000 تومانه، هیچ پول کمی نیست. ولی خب مادربرده، خودش مادره ولی مادربرد. 4 تا رم میخوره، ما 2 تاشو پر میکنیم. خودش RGBه، فکر کنم 2 تا کارت گرافیک میخوره یا نمیدونم، ما یه تونه در نظر گرفتیم. ولی همونطور که می‌بینید MSI خیلی برنده فوق العاده محسوب میشه. ولی من متاسفانه CPU خیلی ضعیف انتخاب کردم. شما میتونید کورای 5 و کورای 7 بگیرید، ولی من با کورای 3 دیدم سیستم اونو بس میکنه، نمیخواد خیلی قوی باشه. چون کورای 7 داریم 8200، کورای 3 گرفتم 9400. آخه عقلانی نیست این چیزی که من گرفتم، مد روزه. خب پایین‌تر ماوس پد آکوا مدل MP620. ببینید دوستان، ماوس پد یه چیزه کاملا سلیقه‌ای، هیچ ربطی نداره من چی برمی‌دارم. باید ببینید شما چی دوست دارید. یکی دوست داره مثلا روش طرح بازی مورد علاقه‌اش باشه، یکی دوست داره روش عکس کاراکتر معروفش باشه، یکی میخواد سرگام مچ داشته باشه، یکی میخواد کم هزینه کنه، یکی میخواد انقدر هزینه کنه چه میدونم ورودی هاب و RGB و چه میدونم دکمه و همین چی هم داشته باشه. ولی خب همین برای شما 31000 تومان در میاد. اگه میخواد بیشتر هزینه کنید میتونید تا 300 تومان تا 3 میلیون حتی هزینه کنید. نمیدونم کدوم خرید 3 میلیون میده به ماوس پد، من واقعا درک نمیکنم. خب موس این میتونید ایوانه، این میتونید ایوان بگیرید، فرقش 1 میلیون تومانه، خیلی نیست. خب دمرتر ایوان ماوس. خب ببینید از اینجا خیلی چیز شاخی نیست، ولی عکس بعدی که ببینید دیدین اصلا همین RGB رو میبینید کل نظرتون عوض میشه. خیلی دوست داری آقا سیستمت خیلی قوی باشه، این چیزایی که گفتم تا اینجا که چیزایی که گفتم میتونی ارتقا بدی. میتونی موس و ریزر بگیری، میتونی کیبوردت هم ریزر بگیری که همین 5 میلیون برات تموم میشه. میتونی یه هدست ریزر بگیری میشه 7 میلیون. یعنی یعنی قیمت اون مانیتور به اون خوبی با یه موس و کیبورد و هدست برابری میکنه. خب سوزش داره، چقدر گرون شده مثلا ایران. خب میام پایین تولشون من خیلی خودم. خب ببینید من خودم کسی بودم که الان دارم رو پلی استیشن بازی میکنم، پلی استیشن 4، ولی کسی بودم که روی پی سی یعنی لپتاپ بازی میکردم و واقعا از دکمه‌های پی سی متنفرم. اصلا نمیتونم اون تخته رو تحمل کنم. واسه همین 2 روز گشتم تا یه کیبورد لپتاپی پیدا کنم و پیدا کردم و بگه برندش چیه؟ MSI، یکی از بهترین برنده همونجوری گفتم. کیبورد مخصوص بازی MSI مدل DS400 همراه با حروف فارسی که من خیلی برام مهم نیست که فارسی باشه یا نباشه، ولی RGB داره، استرگاه دست داره، دکمه‌اش لپتاپیه. دیگه یه کیبورد چی میخواین شما؟ دیگه یه کیبورد چی میخواین؟ از این شاختر، از این بهتر، برند از این بهتر. من دیگه نمیدونم خودم بکنم در دیوار بزنم که شما بفهمید این چیزی که دارم میگم بس با سر یه ایمیلیت. خب فقط این پردازنده 9100 میبینید 9100. الان کورای 7 من 8400 میدونی چون نسلش قدیمیه، این نسل جدید کافی لیک
کورای 3 9100 اف 1,075,000 همین برای شما تموم میشه. خب ولی اگه بخوایم میتونین کورای 5 و 7 ببندیم، ولی نسل جدید نه، نسل قدیم ممکنه اون سیستم روشون نیاد. ببخشید من یه جایی صدامو بالا بردم، شاید ناراحت شدید، شاید نشدید، شاید براتون مهم نبوده، شاید از این کسایی بودین همون اول ویدیو رفتیم بیرون. ولی خب اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید، اگه دوست نداشتید آن لایک نکنید، کامنت بذارید، خواهش می‌کنم لایک نزنید. بعد سابسکرایب کنین، چون من الان 5 رفیقام منو ساب کردن و سابا نمیاد، نمیدونم چرا. خب به هر حال من ریون پرو 7 ام. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارین که من سیستم‌های بهتر، بدتر، با قیمت بالا پایین‌تر براتون معرفی کنم. مرسی اینکه ویدیو رو دیدین و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.